به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما دانشجویان عزیز، با جلسه دیگری از درس ریاضی عمومی 1 در خدمتتون هستیم. در ادامه مبحث روش‌های انتگرالگیری، این جلسه رو هم اختصاص میدیم به آخرین روش از روش‌های انتگرالگیری و میخوایم بپردازیم به روش انتگرالگیری از توابع مثلثاتی. در جلسات گذشته یک سری از توابع مثلثاتی رو با هم دیگه مرور کرده بودیم و روش حل انتگرال اونها رو یاد گرفته بودیم. اما این بار هم می‌خوایم یه دسته دیگه از این توابع مثلثاتی رو بررسی بکنیم که عموماً به صورت توانهایی از تابع‌های سینوس و کوسینوس هستند. برای راحتی بیشتر انتگرالگیری از توابع مثلثاتی اینچنینی رو توی چند تا دسته بررسی می‌کنیم. دسته اول انتگرال‌هایی هستند که شامل توانهای زوج از سینوس و یا کوسینوس باشند. اگر خاطرتون باشه در جلسات قبل هم به یک همچین توابعی برخوردیم. بارها پیش اومد که در طی محاسباتمون رسیدیم به انتگرال کوسینوس به توان 2x، یا مثلا ممکنه برسید به انتگرال سینوس به توان 4x، مثلا سینوس به توان 6x، کوسینوس به توان 8x. کلا یه توان زوج از تابع سینوس و یا کوسینوس داشته باشید. در این حالت بچه‌ها بیاید از این روابط استفاده بکنیم و اون توان 2 رو به توان 1 کاهش بدیم. این روابط تحت عنوان روابط 2 برابر کمان یا حتی کاهش توان هم شناخته میشه. ببینید چطور هست. اگر سینوس به توان 2 کا ایکس داشته باشید، این برابر خواهد بود با 1 منهای کوسینوس 2 کا ایکس تقسیم بر 2. بهش میگن 2 برابر کمان، چون این کمانی که این طرف دارید هر چی که هست این سمت 2 برابر میشه. و اگر کوسینوس به توان 2 کا ایکس داشتید، این بار میشه 1 به علاوه کوسینوس 2 کا ایکس تقسیم بر 2. باز همینطور که میبینید کمان 2 برابر میشه. تفاوت دو تا فرمول در منفی و مثبتیه که در صورت کسرها اتفاق میفته. خب همینطور که میبینید اگر من به جای سینوس به توان 2 کا ایکس این عبارت رو بذارم، یا اگر به جای کوسینوس 2 کا ایکس این عبارت رو بذارم، تابع داخل انتگرال من بر حسب کوسینوس تعریف میشه که کوسینوس این بار توان 1 داره و من به راحتی میتونم با استفاده از این فرمول پایه‌ای که انتگرال کوسینوس mx dx همون 1 اموم سینوس mx به اضافه ضریب ثابت c هست انتگرالم رو حل بکنم. بیاید ازش مثال ببینیم. مثلا ازمون خواسته که انتگرال سینوس به توان 2x dx رو حل بکنیم. همینطور که میبینید انتگرالمون شامل یک توان زوج از تابع سینوس هست. پس از فرمول 2 برابر کمان استفاده بکنیم. سینوس به توان 2x رو بنویسیم 1 منهای کوسینوس 2x تقسیم بر 2. دقت کنید بچه، کمان x اینجا تبدیل شد به کمان 2x. حالا اگر به این انتگرال جدید نگاه بکنید، انتگرالی هست که به سادگی میتونید حلش بکنید. 1/2 ضریب ثابت از انتگرال خارجش بکنید، میمونه انتگرال 1 منهای کوسینوس 2x dx. 1/2 رو تکرار میکنیم. انتگرال 1 dx برابر است با x و انتگرال کوسینوس 2x برابر است با 1/2 سینوس 2x. یه دونه منفی هم که قبل از کوسینوس بود خودش رو قرار میدیم به اضافه ضریب ثابت c. این 1/2 رو هم در جمله هاتون ضرب بکنید و همچین عبارتی رو به عنوان جواب انتگرال ارائه بدید. در مثال دوم میخوایم انتگرال کوسینوس 4x dx رو پیدا بکنیم. همونطور که میبینید باز هم رسیدیم به یک انتگرالی که شامل یک توان زوج از تابع این بار کوسینوس هست. پس باز هم میخوایم از فرمول 2 برابر کمان استفاده بکنیم که مشکلمون رو با توان حل بکنیم. دقت کنید بچه، کوسینوس به توان 4x در واقع هست کوسینوس 2x به توان 2. حالا به جای این کوسینوس 2x داخل پرانتز بگذاریم 1 به اضافه کوسینوس 2x تقسیم بر 2 و این عبارت به توان 2 برسه. به توان 2 رسوندن رو انجام بدید. مخرج برابر با 4 میشه. شما میتونید اون رو به صورت 1/4 از انتگرال خارج بکنید. عبارت صورت رو به توان 2 برسونیم میشه جمله اول به توان 2 میشه 1 به اضافه جمله دوم به توان 2 میشه کوسینوس 2x به اضافه 2 برابر جمله اولی در دومی میشه به علاوه 2 تا کوسینوس 2x و نهایتاً dx. به عبارت داخل پرانتز نگاه بکنید. یک مشکلی نداره، انتگرالش رو میتونیم بنویسیم. 2 تا کوسینوس 2x همینطور، اما باز هم کوسینوس به توان 2x داریم. یعنی اینجا هم باز توان زوجی از تابع کوسینوس ظاهر شده. پس باز هم باید از فرمول 2 برابر کمان استفاده بکنیم برای اینکه توان رو کاهش بدیم. به جای کوسینوس به توان 2x بذاریم 1 به اضافه کوسینوس 4x تقسیم بر 2. پس این کار رو در این مرحله انجام دادیم. جمله هایی که بدون تغییر بودن رو نوشتیم و به جای کوسینوس به توان 2x گذاشتیم 1 به اضافه کوسینوس 4x تقسیم بر 2. یک مقدار عبارتمون رو ساده تر بکنیم، به یک همچین فرمی تبدیل میشه و حالا راحت میتونیم حاصل این انتگرال رو به دست بیاریم، چون این انتگرال در واقع مجموع انتگرال های به صورت زیر هست.
3/8 که عدد ثابت انتگرال dx برابر با x میشه. 1/8 عدد ثابت انتگرال کوسینوس 4x میشه 1/4 سینوس 4x. مجددا به اضافه 1/2 رو تکرار میکنیم و انتگرال کوسینوس 2x برابر است با 1/2 سینوس 2x و نهایتا ضریب ثابت انتگرال گیری رو هم کنار جملاتمون قرار میدیم. بعد از ضرب کردن و ساده کردن حاصل انتگرال رو به این صورت خواهیم داشت. در دسته دوم میخوایم انتگرال هایی رو بررسی بکنیم که شامل توان فرد از سینوس یا کوسینوس هستن. خب پس دیدیم اگر توان زوج بود از فرمول های 2 برابر کمان استفاده میکنیم، توان رو به 1 کاهش میدیم و بعد میتونیم با استفاده از فرمول های پایه‌ای انتگرال رو بنویسیم. در خصوص توان‌های فرد سینوس یا کوسینوس حواستون باشه بچه‌ها کاری که انجام میدید به این طریق. اولا شما میاد یه دونه از اون سینوس یا یه دونه از اون کوسینوس رو جدا میکنید. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر انتگرال سینوس به توان 3 داشتید، اینو مینویسید انتگرال سینوس 2x ضرب در سینوس x dx. یا مثلا اگر انتگرال کوسینوس به توان 5x داشتید، مینویسید انتگرال کوسینوس x در کوسینوس به توان 4x dx. مثلا داشتید انتگرال سینوس به توان 11x، یعنی یک توان فرد از تابع سینوس. انتگرال سینوس به توان 11x رو می‌نویسید انتگرال سینوس x ضرب در سینوس به توان 10x. پس اولین مرحله برای توان‌های فرد این باشه که شما یه دونه از اون تابع رو جدا بکنید. بعد از اینکه این کار رو کردید، از اون اتحاد معروف سینوس 2 به اضافه کوسینوس 2 مساوی 1 استفاده می‌کنیم. جملاتی بر حسب سینوس داریم رو بر حسب کوسینوس می‌نویسیم یا برعکس. اگر بر حسب کوسینوس داشتیم بر حسب سینوس می‌نویسیم. و بعد یک تغییر متغیر مناسب انتخاب می‌کنیم و انتگرالمون تبدیل می‌کنیم به یک انتگرال چند جمله‌ای و خیلی راحت می‌تونیم حلش بکنیم. برای که بهتر متوجه بشید من چی گفتم، بیایید حالت کلی این انتگرال‌ها رو در نظر بگیریم. الان مثلا من داشته باشم سینوس به توان 2 کای به اضافه 1 x dx. میدونید دیگه کا هرچی باشه 2 کای به اضافه 1 یک عدد فرد میشه. قرار شد که اول یه دونه از اینو جدا بکنیم. پس سینوس به توان 2 کای به اضافه 1 x میشه سینوس به توان 2 کای x ضرب در سینوس x dx. حالا سینوس به توان 2 کای x در واقع همون سینوس 2x هستش که به توان کا رسیده. جمله دوم رو هم خودش رو تکرار بکنیم. قرار شد که از اون اتحاد معروف استفاده بکنیم. پس سینوس 2 رو بر حسب کوسینوس 2 می‌نویسم 1 منهای کوسینوس 2x به توان کا سینوس x dx. حالا میرسیم به اونجا که گفتم بعد تغییر متغیر مناسب انتخاب بکنیم. بچه داخل پرانتز رو نگاه بکنید. یه عبارت کوسینوس x داریم که به توان 2 رسیده. از طرفی قسمتی از مشتقش یعنی سینوس x dx در کنارش داخل انتگرال ظاهر شده. پس اینجا تغییر متغیر مناسبی که دنبالش میگردیم در واقع همون تی مساوی کوسینوس x هست. اگر تی رو بذاریم کوسینوس x دی تی میشه منفی سینوس x dx و از اینجا منفی دی تی میشه سینوس x dx. پس به جای این عبارت منفی دی تی قرار میدیم. داخل پرانتزمون هم میشه 1 منهای تی 2 که به توان کا هم میرسه. همونطور که میبینید انتگرالمون تبدیل شد به انتگرال یک تابع چند جمله‌ای. به راحتی این جمله رو به توان کا میرسونیم و یکی یکی از جملاتمون انتگرال میگیریم و میتونیم اون انتگرال رو محاسبه بکنیم. در حالتی که توان فردی از تابع کوسینوس داشته باشیم، یعنی مثلا داشته باشیم انتگرال کوسینوس به توان 2 کای به اضافه 1 x، قرار شد که اول یه دونه از توانا جدا بکنیم. پس کوسینوس به توان 2 کای به اضافه 1 x در واقع هست کوسینوس به توان 2 کای x ضرب در کوسینوس x dx. حالا من میدونم کوسینوس به توان 2 کای x در واقع کوسینوس 2x هستش که به توان کا رسیده. الان از اون اتحاد معروف استفاده بکنیم. کوسینوس به توان 2x رو بنویسیم 1 منهای سینوس به توان 2x. جملاتمون رو بازنویسی بکنیم به یک همچین فرمی میرسیم. حالا دنبال تغییر متغیر مناسب در این حالت میگردیم. این بار اگر دقت بکنید سینوس x که داخل پرانتز به توان 2 رسیده مشتقش کنارش ظاهر شده داخل انتگرال. پس این بار تغییر متغیر مناسبمون تی مساوی سینوس x. در این صورت دی تی برابر خواهد بود با کوسینوس x dx و این انتگرال بر حسب تی میشه 1 منهای تی 2 به توان کا دی تی. همونطور که میبینید تبدیل شد به یک انتگرال تابع چند جمله‌ای و به راحتی میتونیم اون رو حلش بکنیم. الان قرار ازش مثال ببینیم، اما یه بار مرور بکنیم. قرار شد که هر وقت توان فرد تابع سینوس یا کوسینوس داشتیم اول یه دونش رو جدا بکنیم. بعد اگر تابع سینوس 2 داشتیم بر حسب کوسینوس 2 بنویسیم. اگر کوسینوس 2 داشتیم بر حسب سینوس 2 بنویسیم
و بعد تغییر متغیر مناسبش رو اعمال بکنیم. برای تابع سینوسی فرد تغییر متغیر مناسب کوسینوس هست و برای تابع کوسینوسی فرد تغییر متغیر مناسب سینوس هستش. بریم سراغ مثالش. میخوایم انتگرال کوسینوس به توان 5x dx رو پیدا بکنیم. دقیقاً توان فردی از تابع کوسینوس دارم. مراحل رو پی بگیریم. قرار شد که اول یه دونه ازش جدا بکنیم. پس میگیم کوسینوس 5 هست کوسینوس 4 ضرب در کوسینوس x. حالا کوسینوس 4 در واقع کوسینوس 2 به توان 2 هست که در کوسینوس x ضرب شده. به جای کوسینوس 2 بذاریم 1 منهای سینوس 2. پس عبارتمون میشه 1 منهای سینوس 2x به توان 2 ضرب در کوسینوس x dx. با توجه به اینکه مشتق تابع سینوس رو داخل انتگرال داریم، تغییر متغیر t مساوی سینوس x رو اختیار میکنیم. در این صورت dt میشه کوسینوس x. انتگرالمون رو بر حسب t بنویسیم. داخل پرانتز میشه 1 منهای t2 به توان 2 کوسینوس x dx هم که برابر با dt هست. همینطور که میبینید تبدیل شد به یک چند جمله‌ای. به توان 2 رسوندن این پرانتز رو انجام بدیم. جملاتش میشه 1 به اضافه t4 منهای 2 تا t2 و dt. انتگرال این عبارت به راحتی قابل محاسبه است. انتگرال 1 برابر با t هست. از قاعده توان استفاده بکنیم. انتگرال t4 میشه t5 پنجم منفی 2 ثابت خودش رو تکرار میکنیم و انتگرال t2 میشه t3 سوم به اضافه ضریب ثابت c. در گام آخر به جای t بر حسب x سینوس x جایگزین میکنیم و حاصل انتگرالمون میشه سینوس x به اضافه 1 پنجم سینوس به توان 5x منهای 2 سوم سینوس به توان 3x به اضافه ضریب ثابت c. خب تا اینجا دسته‌بندی هایی که داشتیم فقط شامل کوسینوس یا فقط شامل سینوس بود که حالا ممکن بود توان اون زوج باشه یا فرد باشه. اینا شدن 2 تا دسته قبلی. در دسته سوم میخوایم انتگرال هایی رو در نظر بگیریم که به صورت حاصل ضرب این کوسینوس و سینوس هستن که به توان هم رسیده باشن. یعنی میخوایم یه انتگرالی به صورت انتگرال کوسینوس به توان nx سینوس به توان mx dx رو بررسی بکنیم. توانها در اینجا یعنی n و m اعداد صحیح مثبت هستند. بسته به اینکه این توانهای n و m از لحاظ زوجی یا فرد بودن چه وضعیتی داشته باشن 2 تا حالت اتفاق میفته که قرار اونها رو با هم دیگه بررسی بکنیم. حالت اول حالتیه که حداقل یکی از اعداد n و m فرد باشن. خب بچه این که میگم حداقل یعنی ممکنه که هر 2 تاشون هم فرد باشن تا شامل این دسته میشه. پس یا یه دونشون فرده یا هر 2 تاشون فرد. در این حالت با توجه به همین قاعده که الان یاد گرفتیم با استفاده از همین دسته دوم توان فرد رو تفکیک میکنیم و بعد تغییر متغیر مناسب رو براش به کار میبریم. اگه هر 2 تاشون هم همزمان با هم دیگه فرد بودن فرقی نمیکنه، شما یکی از اونها رو انتخاب میکنید. مثل مثالی که ما میخوایم اینجا با هم دیگه حل بکنیم. الان من میخوام انتگرال سینوس به توان 5x کوسینوس به توان 3x dx رو پیدا بکنم. همینطور که میبینید به صورت حاصل ضرب 2 تا تابع سینوس و کوسینوسی با توانهای مختلفه. نگاه میکنم میبینم که توانهای اونها فرده. پس در همین حالت اول قرار داریم. پس قرار شد که از همون قاعده تفکیک و بعد تغییر متغیر استفاده بکنیم. ما اینجا اومدیم سینوس به توان 5x رو تفکیک کردیم. هیچ فرقی نمی کرد. شما میتونستید کوسینوس به توان 3x رو هم تفکیک بکنید. یعنی به جای این عبارتی که من اینجا نوشتم شما می نوشتید سینوس به توان 5x در کوسینوس x در کوسینوس به توان 2x. هیچ ایرادی نداشت. حتی گاهی بهتره که اون که توانش کوچیک‌تره رو تفکیک بکنیم که در محاسبات بعدی به توان رسوندن ها زیاد برامون سخت نشه. پس خودتون به عنوان یک تمرین اون رو هم انجام بدید. جوابی که به دست میارید ممکنه که ظاهرا با جواب اینجا متفاوت باشه، اما با استفاده از روابط مثلثاتی قابل تبدیل به هم دیگه هستن. بریم سراغ حل مثالمون. سینوس به توان 5x کوسینوس به توان 3x dx. قرار شد که یه دونه از این توانهاش رو ازش جدا بکنیم. پس سینوس به توان 5x رو می‌نویسیم سینوس به توان 4x ضرب در سینوس x و کوسینوس به توان 3x dx رو خودش رو تکرار میکنیم. حالا میگیم سینوس 4x در واقع همون سینوس 2x به توان 2. باقی جملات رو مینویسیم. سینوس به توان 2x رو میتونم بنویسم 1 منهای کوسینوس به توان 2x. پس جملات هم تبدیل میشه به 1 منهای کوسینوس به توان 2x به توان 2 کوسینوس به توان 3x سینوس x dx.
حالا اینجا میخوام تغییر متغیر مناسب به کار ببرم. نگاه میکنم میبینم اون عبارتهایی که به توان رسیده یعنی کوسینوس ها مشتقش یا حالا درست‌تر قسمتی از مشتقش داخل انتگرال ظاهر شده. پس اینجا خوبه که از تغییر متغیر کوسینوس استفاده بکنم. تی رو میگیرم کوسینوس x، در این صورت دی تی میشه منفی سینوس x دی x. از اینجا سینوس x دی x رو اگر پیدا بکنیم برابر خواهد با منفی تی. پس برگردیم انتگرالمون رو بر اساس متغیر جدید تی بنویسیم. پرانتز اولی میشه 1 منهای تی 2 به توان 2، جمله دوم میشه تی به توان 3 و به جای سینوس x دی x میذاریم منفی دی تی که منفی رو هم از انتگرال خارج کردیم. رسیدیم به انتگرال یک تابع چند جمله‌ای، به راحتی میتونیم محاسبش بکنیم. اول این عبارت رو به توان 2 برسونیم. 1 منهای تی 2 به توان 2 برسه میشه 1 به اضافه تی 4 منهای 2 تی 2. جملاتمون در تی 3 ضرب بشه، پس میشه تی 3 به اضافه تی 7 منهای 2 تا تی 5. حاصل این انتگرال با استفاده از قاعده توان به راحتی به دست میاد. میشه منفی تی 4 به روی 4 منفی تی 8 به روی 8 به اضافه 2 که عدد ثابته و انتگرال تی 5 میشه تی 6 به روی 6 به اضافه ضریب ثابت سی. و نهایتاً به جای تی مقدارش رو بر حسب x میذاریم کوسینوس x. حاصل انتگرال میشه منفی کوسینوس به توان 4x چهارم منفی کوسینوس به توان 8x هشتم به اضافه کوسینوس به توان 6x سوم به اضافه ضریب ثابت c. و اما حالت دوم چی میتونه باشه بچه‌ها؟ تو حالت اول چیا رو بررسی کردیم؟ حالتی رو بررسی کردیم که n و m یا هر دوتا فرد باشن یا حداقل که دونشون فرد باشه. پس حالتی که میمونه و در واقع حالت دوم رو تشکیل میده حالتی هستش که توانهای ما هر دوتا همزمان با هم زوج باشن. پس حالت دوم اعداد n و m زوج هستن. در این حالت با توجه به اینکه مثل دسته اول با توانهای زوج سر و کار داریم، میایم از همون روابط 2 برابر کمان که اینجا هم براتون تکرارشون کردیم استفاده میکنیم. توان رو تا جایی که ممکنه کاهش میدیم، میرسیم به یک انتگرال هایی بر حسب تابع کوسینوس و بعد میتونیم اون رو حل بکنیم. الان برای مثال نگاه بکنید. میخوایم انتگرال سینوس به توان 2x کوسینوس به توان 2x dx رو حل بکنیم. همونطور که میبینید توانهای زوجی از تابع سینوس و کوسینوس در هم دیگه ضرب شده. پس اگر بخوایم از این روابط استفاده بکنیم، به جای سینوس 2 بذاریم 1 منهای کوسینوس 2x دوم و به جای کوسینوس 2x بذاریم 1 به اضافه کوسینوس 2x دوم dx. توی مخرج 2 در 2 ضرب میشه، مخرج برابر با 4 میشه که میتونیم به صورت 1/4 از انتگرال خارجش بکنیم. عبارتهای صورت رو اگر نگاه بکنید بخوان در هم دیگه ضرب بشن، دقیقاً تحت اتحاد مزدوج برابر خواهد بود با 1 منهای کوسینوس به توان 2x dx. حالا در این انتگرال یک که مشکلی نداره، اما کوسینوس به توان 2x خودش یک تابع با درجه زوج از تابع کوسینوسه. پس بازم از همین فرمول ها بخوایم براش استفاده بکنیم، کوسینوس به توان 2x رو میتونیم بنویسیم 1 به اضافه کوسینوس این بار 4x تقسیم بر 2. بچه‌ها میشد 1 منهای کوسینوس به توان 2x رو بنویسید سینوس به توان 2x بعد از رابطه 2 برابر کمان براش استفاده بکنید، یا اینکه نه همین کاری که ما اینجا انجام دادیم رو انجام بدید. پس میشه 1 منهای 1 دوم منهای کوسینوس 4x دوم. 1 منهای 1 دوم که برابر است با 1 دوم در 1/4 قبل از انتگرال ضرب میشه. جمله اول میشه 1/8 انتگرال dx. اینجا هم این 2 رو از انتگرال خارج بکنیم در 1/4 ضرب بشه، علامت منفی هم از انتگرال خارج بشه، میشه منفی 1/8 انتگرال جمله که باقی میمونه انتگرال کوسینوس 4x dx. 1/8 سر جای خودش، انتگرال دیفرانسیل هر عبارتی برابر است با اون عبارت، پس انتگرال dx میشه x منهای 1/8 انتگرال کوسینوس 4x که برابر است با 1/4 سینوس 4x به اضافه ضریب ثابت c و به این ترتیب انتگرال شماره 5 هم حل میشه. و اما دسته چهارم. توی دسته چهارم باز هم میخوایم انتگرال های به صورت انتگرال کوسینوس به توان nx سینوس به توان mx dx رو در نظر بگیریم، با این تفاوت نسبت به دسته سوم که این بار توان هامون یعنی n و m میتونن منفی یا کسری باشن. دسته صحیح و مثبت شد همون دسته سوم که خودش توی 2 تا حالت بررسی شد. حالا میخوایم دسته رو در نظر بگیریم که توانهای منفی یا کسری دارن. توی این دسته 3 تا حالت ممکنه اتفاق بیفته. بچه‌ها اگر توان سینوسمون فرد بود، تغییر متغیر کوسینوس در نظر میگیریم. اگر توان کوسینوس فرد بود، تغییر متغیر سینوس در نظر میگیریم.
اگه مجموع توانهامون زوج بود بسته به نوع مسئله تغییر متغیر تانژانت x یا کوتانژانت x رو در نظر میگیریم. میخوایم ازش مثال حل بکنیم، کامل براتون جا میفته، جای نگرانی نیست. فقط من یه نکته کوچیک رو بهتون بگم که بچه مسلما حالت اول حالتی که فقط تابع سینوس توان فرد داره دیگه، یا حالت دوم تابعیه که فقط کوسینوس تابع فرد داره، چون میدونید اگر هر دوتاشون همزمان با هم دیگه توان فرد داشته باشن مجموع توانها زوج میشه و ما میفتیم در حالت سوم. پس دو تا جمله اول حالتیه که فقط توان سینوس فرد باشه یا فقط توان کوسینوس فرد باشه. بریم سراغ مثالهاش. در مثال 6 میخوایم انتگرال کوسینوس به توان 3x تقسیم بر سینوس به توان 6x dx رو پیدا بکنیم. مشخصه دیگه بچه ها، اگر این سینوس به توان 6 بیاد توی صورت توانش منفی میشه، انتگرالمون تبدیل میشه به انتگرال کوسینوس به توان 3x سینوس به توان منفی 6x dx که با توجه به اینکه توان منفی برای تابع سینوس ظاهر شد، دقیقاً این انتگرال در دسته‌بندی چهارممون قرار میگیره. پس برای اینکه بیایم حلش بکنیم میایم به توانها دقت میکنیم. توان فرد برای تابع کوسینوس داریم. با توجه به اینکه توان کوسینوس فرده میدونیم که باید تغییر متغیرمون رو سینوس x بذاریم. پس تی رو میذاریم سینوس x، در این صورت دی تی میشه کوسینوس x dx و از اینجا میتونیم دی x رو به دست بیاریم دی تی تقسیم بر کوسینوس x. میخوایم شروع کنیم انتگرالمون رو بر حسب متغیر جدید تی بنویسیم. این کار رو گام به گام انجام میدیم که بتونیم همه پارامترهای داخل انتگرال رو تبدیل بکنیم. توی مرحله اول کوسینوس x رو فعلا خودش رو بذارید بمونه. مخرج سینوس به توان 6x هست. سینوس x رو بذاریم تیم، پس مخرج میشه تی به توان 6. به جای دی x هم بذاریم دی تی به روی کوسینوس x. کوسینوس 3 با کوسینوس x ساده میشه. حاصل انتگرالمون میشه کوسینوس به توان 2x تقسیم بر تی 6 دی تی. خب دقت کنید هنوز همه چیز بر حسب تی نوشته نشده. من باید سعی بکنم همه عبارت‌هام رو بر حسب سینوس پیدا بکنم که بتونم به جای سینوس x بذارم تی. میدونیم که کوسینوس x هست 1 منهای سینوس به توان 2x، پس از این رابطه استفاده میکنیم. حالا میتونیم به جای 1 منهای سینوس 2 بذاریم 1 منهای تی 2، تی 6 و دی تی رو هم خودشون رو بنویسیم. همینطور که ببینید انتگرالمون کاملا بر حسب تی نوشته شد و یک انتگرال ساده و مقدماتی به راحتی میتونیم حلش بکنیم. برای حلش کافی که یک تفکیک انجام بدیم، یعنی این انتگرال رو بنویسیم به صورت انتگرال 1 به روی تی 6 دی تی منهای انتگرال تی 2 به روی تی 6 که همون 1 به روی تی 4 هست دی تی. 1 به روی تی 6 در واقع تی به توان منفی 6 و 1 به روی تی 4 در واقع همون تی به توان منفی 4. اگر از قاعده توانی برای حل این انتگرال استفاده بکنیم، انتگرال اول میشه تی به توان منفی 5 به روی منفی 5 و انتگرال دوم میشه تی به توان منفی 3 تقسیم بر منفی 3. بین دو تا انتگرال ها هم که علامت منفی داشتیم به اضافه یه ضریب ثابت c. عبارتمون رو مرتب تر بنویسیم. حاصل میشه منفی 1 به روی 5 تا تی 5 و تی 3 رو هم ببریم توی مخرج که توانش مثبت بشه، علامت منفی در منفی هم ضرب بشه، میشه به علاوه 1 به روی 3 تا تی 3 به اضافه c. نهایتا به جای تی بر حسب x جایگزین میکنیم سینوس x و حاصل انتگرالمون رو به این فرم به دست میاریم. در مثال 7 میخوایم انتگرال سینوس به توان 2x تقسیم بر کوسینوس به توان 6x dx رو حل بکنیم. مشخصه بچه‌ها این انتگرال معادل هست با انتگرال سینوس به توان 2x در کوسینوس به توان منفی 6x dx. پس چون توان منفی از تابع سینوس یا کوسینوسمون در انتگرال ظاهر شده، باز هم در دسته‌بندی 4 قرار داریم و باز هم باید تغییر متغیر مناسب رو پیدا بکنیم. به توان‌ها دقت می‌کنیم. هر دو توان زوج هستند و مجموع اونها هم برابر یک عدد زوجه. پس باید از تغییر متغیر تانژانت یا تغییر متغیر کوتانژانت استفاده بکنیم. پس تی رو میگیریم تانژانت x، در این صورت دی تی میشه مشتق تانژانت یعنی سکانت 2x در دی x. سکانت 2 نسبت 1 به روی کوسینوس 2 هست، پس این عبارت معادل با 1 به روی کوسینوس 2 x dx. این طرفین وسطین انجام بدیم دی x برابر خواهد شد با کوسینوس به توان 2x دی تی. پس در گام اول این تغییر رو انجام میدیم و به جای دی x میذاریم کوسینوس به توان 2x دی تی. عبارتمون رو ساده میکنیم، میشه انتگرال سینوس به توان 2x تقسیم بر کوسینوس به توان 4x دی تی. دقت کنید بچه ها هنوز همه پارامترهای داخل انتگرالمون بر حسب تی نوشته نشده. پس برای اینکه این کار رو انجام بدیم این کسر رو به این صورت تفکیک میکنیم. می نویسیم سینوس 2x به روی کوسینوس 2x ضرب در 1 به روی کوسینوس 2x دی تی.
یعنی یه جورایی میخوایم از این عبارت‌ها تانژانت یا عبارت‌های بر حسب تانژانت رو بیرون بکشیم. کسر اول دقیقاً همون تانژانت 2x هست و کسر دوم نسبت 1 به روی کوسینوس هست که به توان 2 رسیده، یعنی سکانت 2x هست. تانژانت x رو که میتونیم به جاش t بذاریم به توان 2 هم میرسه میشه t2. از طرف دیگه میدونیم سکانت 2 بر حسب تانژانت 2 برابر است با 1 به اضافه تانژانت 2x. مجددا به جای تانژانت x t بذاریم، پس جمله دوم همیشه 1 به اضافه t2 dt. همینطور که میبینید همه عبارت داخل انتگرالمون بر حسب t نوشته شد. حالا برای حل این انتگرال ساده کافی هستش که t2 رو ضرب بکنیم در پرانتز، پس میشه انتگرال t2 به اضافه t4. از قاعده توان استفاده بکنیم میشه t3 سوم حاصل انتگرال به اضافه t5 پنجم به اضافه ضریب ثابت c. در گام آخر t رو بر حسب x جایگذاری کنیم، یعنی t رو بذاریم تانژانت x و حاصل عبارتمون رو به این صورت به دست بیاریم. در مثال 8 میخوایم انتگرال سینوس به توان 3x تقسیم بر رادیکال با فرضیه 3 کوسینوس به توان 2x رو حل بکنیم. همطور که میبینید انتگرالمون رو به طور معادل میتونیم بنویسیم انتگرال سینوس 3x در کوسینوس به توان منفی 2/3 x، یعنی باز هم در دسته چهارم قرار گرفتیم و انتگرالمون شامل توان منفی و حتی کسری از کوسینوس x. پس باز هم باید تغییر متغیر مناسب رو در این حالت پیدا بکنیم. به توانها دقت میکنیم. سینوس توان فرد داره، بنابراین تغییر متغیر تی مساوی کوسینوس x اینجا کارآمد هستش. پس تی رو میذاریم کوسینوس x، در این صورت دی تی میشه منفی سینوس x دی x و از اینجا دی x به صورت منفی 1 به روی سینوس x ضرب در دی تی پیدا میشه. برگردیم انتگرالمون، به جای دی x این عبارت رو جایگذاری کنیم و توی مخرج هم به جای کوسینوس x t بذاریم. عبارت اون میشه سینوس x تقسیم بر رادیکال با فرضیه 3 t2 در دی x که هست منفی 1 به روی سینوس x دی t. یک مقدار جمله هامون رو ساده بکنیم. سینوس 3 با سینوس x ساده میشه. حاصل انتگرالمون برابر خواهد بود با سینوس 2x به روی رادیکال با فرضیه 3 t2 دی t. این علامت منفی رو هم از انتگرال خارج کردیم. احتیاج داریم که انتگرالمون رو کامل بر حسب متغیر جدید t بنویسیم. برای این منظور به جای سینوس 2x از 1 منهای کوسینوس 2x استفاده میکنیم. حالا در این انتگرال میتونیم به راحتی کوسینوس x رو بذاریم t و حاصل انتگرالمون رو کاملا بر حسب t داشته باشیم. برای راحتی بیشتر عبارتی که توی مخرج هست رو هم با فرم توانی در نظر میگیریم، یعنی رادیکال با فرضیه 3 t2 رو مینویسیم t به توان 2/3 دی t. برای حل این انتگرال از تفکیک استفاده میکنیم، یعنی یک بار 1 رو به روی مخرج مینویسیم منهای انتگرال t2 به روی مخرج. در منفی قبلش هم ضرب بشه، حاصل این انتگرال به صورت مجموع این دوتا انتگرال نوشته میشه. 1 به روی t به توان 2/3 در واقع همون t به توان منفی 2/3 هست و t2 تقسیم بر t به توان 2/3 در واقع t به توان 4/3. از قاعده توان استفاده بکنیم. حاصل این انتگرال برابر خواهد شد با منفی تی به توان 1/3 تقسیم بر x سوم به اضافه تی به توان 7/3 تقسیم بر 7/3 به اضافه ضریب ثابت c. دور در دور نزدیک در نزدیک رو انجام بدیم و به جای تی مقداری رو بر حسب x یعنی کوسینوس x جایگزین کنیم. حاصل انتگرال شماره 8 به این طریق به دست میاد. در مثال 9 میخوایم انتگرال 1 به روی کوسینوس به توان 4x در سینوس به توان 2x dx رو به دست بیاریم. مشخصاً این انتگرال معادل با انتگرال کوسینوس به توان منفی 4x در سینوس به توان منفی 2x. پس با توجه به اینکه حاصل ضربی با توانهای منفی از توابع سینوس و کوسینوس داریم، باز در دسته چهارم هستیم و با توجه به توانها باید تغییر متغیر مناسب رو انتخاب کنیم. مجموع توانهامون یک عدد زوجه، بنابراین از تغییر متغیر تانژانت یا کوتانژانت باید استفاده بکنیم. بیاید تی رو قرار بدیم تانژانت x. در این صورت دی تی میشه سکانت 2x دی x. سکانت 2 همون نسبت 1 به روی کوسینوس 2x هست، بنابراین از اینجا دی x برابر میشه با کوسینوس به توان 2x دی تی. در گام اول دی x رو به این صورت جایگزین کنیم. پس انتگرالمون به این فرم تبدیل میشه. جمله اول رو خودش رو مینویسیم، به جای دی x بذاریم کوسینوس 2x دی تی. یک مقدار جمله هامون رو ساده کنیم، میشه 1 به روی کوسینوس 2x در سینوس 2x دی تی. هنوز همه پارامترها بر حسب تی نوشته نشده. بیایید ببینیم چه کاری میتونیم انجام بدیم.
چطور میتونیم این عبارت رو بر حسب تانژانت بنویسیم که بعداً به جای تانژانت x t قرار بدیم. این کسر رو در واقع میتونیم بنویسیم 1 به روی کوسینوس 2x ضرب در 1 به روی سینوس 2x. هیچ ایرادی هم نداره. به کسر اول نگاه کنید. نسبت 1 به روی کوسینوس همون سکانت بود. پس 1 به روی کوسینوس 2 سکانت 2 هست که بر حسب تانژانت میشه 1 به اضافه تانژانت 2x. پس به جای کسر اول گذاشتیم 1 به اضافه تانژانت 2x. کسر دوم 1 به روی سینوس به توان 2x هست. نسبت 1 به روی سینوس میشد کوسکانت به توان 2 هم رسیده. پس این کسر دقیقاً کوسکانت به توان 2x. کوسکانت به توان 2x در واقع همون 1 به اضافه کوتانژانت 2x و نسبت کوتانژانت و تانژانت عکس هم دیگه هستن. پس در واقع کوتانژانت 2x میشه 1 به روی تانژانت 2x و کل عبارتمون به صورت 1 به اضافه 1 به روی تانژانت 2x در میاد. پس همینطور که میبینید موفق شدیم کسر اول دوم رو بر حسب تانژانت به این صورت بنویسیم. حالا فقط مونده اینکه تانژانت x رو با t جایگزین کنیم. این کار رو هم در اینجا انجام دادیم و به این ترتیب انتگرالمون کاملا بر حسب متغیر جدید t نوشته شد. جملات رو در هم ضرب بکنیم که بتونیم انتگرال رو راحت تر حساب بکنیم. حاصل ضرب این دوتا پرانتز خواهد بود 2 به اضافه t2 به اضافه 1 به روی t2. برای محاسبه این انتگرال باز هم از قاعده توان استفاده بکنیم. انتگرال جمله اول میشه 2t، انتگرال جمله دوم میشه t3 سوم. 1 به روی t2 همون t به توان منفی 2 هست و انتگرالش میشه منفی 1 به روی t یا مثل اینجا میشه t به توان منفی 1 به روی منفی 1 به اضافه ضرب ثابت c. نهایتا به جای t تانژانت x بذاریم تا حاصل انتگرالمون رو بر حسب x پیدا کرده باشیم. در مثال دهم میخوایم انتگرال سکانت به توان 4x dx رو حل بکنیم. با توجه به اینکه سکانت نسبت 1 به روی کوسینوسه، پس این انتگرال معادل با انتگرال 1 به روی کوسینوس به توان 4x dx و این انتگرال معادل است با انتگرال کوسینوس به توان منفی 4x dx. پس باز همچون توان منفی از تابع کوسینوس داریم میبینیم در دسته چهارم قرار داریم. با توجه به اینکه مجموع توان همون زوجه، بعد از تغییر متغیر تانژانت استفاده بکنیم. اگر تی رو بذاریم تانژانت x دی تی میشه سکانت 2x dx یا به طور معادل 1 به روی کوسینوس به توان 2x dx و از اینجا میتونیم dx رو به دست بریم کوسینوس به توان 2x dt. میخوایم انتگرالمون رو کامل بر حسب t بنویسیم. در گام اول به جای dx از این رابطه جایگذاری رو انجام میدیم. پس به جای dx میذاریم کوسینوس به توان 2x dt. ساده کردن رو انجام میدیم. انتگرالمون میشه 1 به روی کوسینوس 2x dt. بعد یک فکری برای 1 به روی کوسینوس 2 بکنیم که ببینیم بر حسب تانژانت چطور تعریف میشه. خیلی ساده است. میدونیم که 1 به روی کوسینوس 2 همون سکانت 2 هست. پس به جاش میذاریم سکانت 2x dt و سکانت 2 بر حسب تانژانت میشه 1 به اضافه تانژانت 2x در dt. به جای تانژانت x t جایگذاری کنیم. حاصل انتگرالمون میشه 1 به اضافه t2 در dt. همینطور که میبینید انتگرال کاملا بر حسب t نوشته شد و به راحتی میشه حاصلش رو پیدا کرد. حاصل این انتگرال هست t به اضافه t3 سوم به اضافه ضریب ثابت c. مجددا مثل همه مثال ها در مرحله آخر از تغییر متغیر t مساوی تانژانت x استفاده میکنیم و جواب انتگرال رو بر حسب x ارائه میکنیم. در مثال 11 میخوایم انتگرال تانژانت x در سکانت به توان 3x dx رو پیدا بکنیم. برای که تشخیص بدیم توی کدوم یکی از این دسته هاست، با استفاده از تعریف تابع تانژانت و سکانت سعی میکنیم انتگرالمون رو به صورت حاصل ضرب تابع سینوس ضرب در کوسینوس تبدیل کنیم. تانژانت x هست نسبت سینوس x به روی کوسینوس x، سکانت نسبت 1 به روی کوسینوس به توان 3 هم رسیده، پس میشه 1 به روی کوسینوس به توان 3x dx. ضرب این دوتا کسر رو انجام بدیم. انتگرالمون میشه انتگرال سینوس x به روی کوسینوس به توان 4x dx که معادل است با انتگرال سینوس x در کوسینوس به توان منفی 4x dx. پس باز هم چون با توان منفی مواجه شدیم در دسته چهارم هستیم. توان سینوس فرده. پس برای حل این انتگرال از تغییر متغیر کوسینوس استفاده میکنیم. یعنی t رو میگیریم کوسینوس x. در این صورت دی تی میشه منفی سینوس x dx و از اینجا dx به دست میاد منفی 1 به روی سینوس x dt. در گام اول بازنویسی انتگرالمون بر حسب دی تی به جای dx از این رابطه منفی 1 به روی سینوس به توان x dt قرار میدیم. سینوس x رو خودش رو تکرار میکنیم
توی مخرجم به جای کوسینوس x t میذاریم که میشه t به توان 4. ساده کردن رو انجام بدیم، علامت منفی رو از انتگرال خارج بکنیم. همینطور که میبینید انتگرالمون خیلی ساده بر اساس متغیر جدید t نوشته شد. انتگرال 1 به روی t 4 همون انتگرال t به توان منفی 4 هست و حاصل این انتگرال از قاعده توان میشه t به توان منفی 3 به روی منفی 3. ضریب ثابت رو هم فراموش نمی‌کنیم. این عبارت رو ساده بکنیم و به جای t بر حسب x کوسینوس x جایگزین کنیم. حاصل انتگرالمون به این صورت به دست میاد. آخرین دسته‌ای که در این جلسه مورد مطالعه قرار میدیم دسته‌ای از انتگرال‌ها هستن که به صورت حاصل ضرب تابع سینوس ضرب در کوسینوس هستن. یعنی بچه‌ها هیچ توانی ندارن تابع سینوس و کوسینوس، فقط در همدیگه ضرب شدن با کمانهای مختلف. حالا ممکنه حاصل ضرب سینوس ضرب در سینوس باشه، یا حاصل ضرب تابع کوسینوس ضرب در کوسینوس، یا حاصل ضرب تابع سینوس ضرب در کوسینوس. برای حل این انتگرال های به این فرم از این سه تا رابطه مثلثاتی استفاده می‌کنیم و ضرب رو به جمع تبدیل می‌کنیم. اگر حاصل ضرب سینوس آلفا در سینوس بتا داشتید، به طور معادل میتونید بگید این رابطه معادل است با 1/2 کوسینوس آلفای منهای بتا منهای کوسینوس آلفای به اضافه بتا. برای حاصل ضرب دو تا تابع کوسینوس آلفا در کوسینوس بتا برابر است با 1/2 کوسینوس آلفای منهای بتا، این بار به علاوه کوسینوس آلفای به اضافه بتا. برای ضرب تابع سینوس آلفا در کوسینوس بتا به طور معادل میتونید از این رابطه استفاده بکنید و بگید این عبارت برابر است با 1/2 سینوس آلفای منهای بتا به اضافه سینوس آلفای به اضافه بتا. این روابط به سادگی با استفاده از بسط تابع کوسینوس آلفا حالا به اضافه یا منهای بتا و همینطور سینوس آلفا به اضافه یا منهای بتا قابل اثبات هستن. کاری با اثباتشون نداریم، فقط ازشون استفاده میکنیم در حل انتگرال های از این جنس. برای مثال ببینید مثلا دو تا تابع سینوسی با دو تا کمان مختلف در همدیگه ضرب شدن. پس بعد از این روابط استفاده بکنیم، حاصل ضرب رو به مجموع تبدیل بکنیم و بعد به راحتی بتونیم انتگرال رو حساب بکنیم. وقتی حاصل ضرب دو تا سینوس رو داشتیم، طبق قاعده 1 قرار شد که بنویسیمش 1/2 کوسینوس تفاضل منهای کوسینوس مجموع. پس الان همین کار رو انجام میدیم، یه دونه 1/2 میذاریم، کوسینوس تفاضل دو تا کمان 2x منهای 3x میشه منفی x منهای کوسینوس مجموع دو تا کمان یعنی 2x به اضافه 3x یا همون 5x. بچه کوسینوس تابع زوج بود، پس کوسینوس منفی x همون کوسینوس x هست و در این صورت به راحتی میتونیم این انتگرال رو حل بکنیم. 1/2 که ثابت خودش رو مینویسیم، انتگرال کوسینوس x میشه سینوس x، منفی رو قرار میدیم، انتگرال کوسینوس 5x میشه 1/5 سینوس 5x و نهایتاً به اضافه ضریب ثابت c. در مثال 13 میخوایم انتگرال سینوس 7x در کوسینوس 5x dx رو حساب بکنیم. همونطور که میبینید توابع سینوس و کوسینوس با دو تا کمان مختلف در همدیگه ضرب شدن. باز هم باید از این روابط استفاده بکنیم، این حاصل ضرب رو به مجموع تبدیل بکنیم. وقتی که سینوس ضرب در کوسینوس میشد، طبق قاعده شماره 3 مون این عبارت برابر بود با 1/2 سینوس تفاضل به اضافه سینوس مجموع کمان ها. پس اینجا هم همین کار رو انجام میدیم، 1/2 رو میذاریم، سینوس مجموع یعنی 7 به اضافه 5 میشه 12x به اضافه سینوس تفاضل 7x منهای 5x یعنی 2x. حالا میبینید که این انتگرال به سادگی قابل حل، 1/2 ثابت از انتگرال خارجش میکنیم، انتگرال سینوس 12x میشه منفی 1/12 کوسینوس 12x و انتگرال سینوس 2x میشه منفی 1/2 کوسینوس 2x به اضافه ضریب ثابت c و به این صورت انتگرالمون حل میشه. خب این کل بحثی بود که در خصوص روش‌های انتگرال گیری داشتیم. طی این چند جلسه گذشته همین روش‌ها رو با هم دیگه مرور کردیم. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. در جلسات آینده به انتگرال معین و کاربرد انتگرال معین خواهیم پرداخت. شاد و موفق و سربلند باشید.